سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی است با تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان. عبدالله اشرف هستم، همراهتان. سرخط موضوعهای امروز پنجشنبه 23 ایول از این قرار است. قاتلان به سزای اعمالشان رسیدند. دختر 15 ساله افغان سلاح به دستانی را که والدانش را در خانه کشتند با تیر اتومات پدرش به قتل رساند. در آفت‌های طبیعی امسال تلفات جانی کمتر، اما ضرر مالیوی در تاجیکستان بیشتر شده است. امسال زیان حادثه‌های طبیعی بیش از 50 میلیون سامانی را تشکیل می‌کند. سال گذشته ضرر حادثه‌های طبیعی 28 میلیون سامانی بود. حامیان مهاجران تاجیک در روسیه برای حمایت از آسیب دیدگان بازداشت شده ناحیه خراسان در تاجیکستان صدا بلند کردند. یک هفته گذشت ولی کسی از مقامات به جای حادثه نآمد. مردم هم برآمده فقط از مقامات طلب کمک کردند. شرکت دولتی هواپیمایی تاجیک ایر اطلاع داد که ساعت 1 شب 24 ایول به وقت مسکو یک پرواز چارتری انجام می‌دهد. هواپیما مسافران تاجیک را از مسکو به دوشنبه می‌آورد. شرکت گفته است بنابر خالی به مسکو پرواز کردن هواپیما نرخ چیپته از پروازهای معمولی گرانتر بوده 34843 روبل معین شده است. بلیط هواپیما تنها طبق رویخط ترتیب داده سفارت تاجیکستان در روسیه فروخته می شود، اما پروازهای منتظم میان تاجیکستان و روسیه هنوز نیست. تنها پرواز بین‌المللی که از تاجیکستان فعال شد مسیر دوشنبه است که شرکت فلای دوبای هر هفته یک مرتبه روزهای چهارشنبه دایر می کند. قمرگل دختر 15 ساله افغان در ولایت غور از طالبان سلاح به دست که شبانه به خانه آنها حمله کرده والدانش را به قتل رسانیدن قصاص گرفت. بعد از آنکه سلاح به دستان در پیش چشمش پدر و مادرش را کشتند، با اتومات کلاشنیکوف پدرش دو سلاح به دست را کشت و سومی را زخمی کرد. حالا قمرگل و برادر 12 سالش که همکنون یتیم ماندند مقامات به جای امن کوچانیدند تا از حمله طالبان در امان باشند. قمرگل در پرسجوی مفتشان حادثه‌ای به سرش آمده را چنین نقل کرد. بودیم زکی می‌دارم دروازه ایدالیز ما تک تک شد. مادرم بخش داد دروازه رو شما کینین گفتن ما مجاهدین دروازه رو باز کنیم. مادرم دروازه رو باز نکرد، دروازه ایدالیز وش کستاندن. دور مادر مادر پیر من هر تر بیرون کردن، هر تر تیرباران کردن بدم چشم ما آخر مجبور شدیم سال پیر خود بگرفتیم شد بزدیم. 2 نفرش رو کشته شد، یکی هم تیپیشیده شد. دیگه خود جنگ کردیم برادر من خود ما کمک کرد تا دیگه قومای ما دیگه همگی جمع شدن پیامدن اونم فرار کردن دیگه بیشتر نستادن اینجا. از قومایتون کسی آسیب ندیده؟ نه یک قومی ما مرد که مصیبت بیگناهیم او هم بکشتن. سلا دا پیش تو بود؟ ها سلا دا پیش ما بود. دا اتاق تو بود؟ ها ما 2 خانه داشتیم، یک خانه پیر مادر مخواه بودن، یک خانه من برادر مخواه بودیم. سلا پیش ما بود؟ سلا به پیش ما بود. مقامات افغان میگویند نیت دارند قمرگل و برادرش را به کابل پایتخت کشور کوچانند تا از حمله سلاح به دستان در امان باشند. طبق خبرهای دسترس شده اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میخواهد قمرگل و برادرش را به حضور پذیرد و تقدیر من بعده زندگیشان را مطرح سازد. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان از افزایش خسارات مالی آفتهای طبیعی در تاجیکستان خبر می‌دهد. گفته می شود بسیار از آفتها نتیجه تغییریابی و یا گرمشوی اقلیم است. مقامات حالتهای فوق‌العاده میگویند با وجود افزایش آفتهای طبیعی تلفات جانی به مراتب در قیاس به سال گذشته کمتر شد. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکارمان برات یوسفی. کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراجدانی میگوید بر اثر آفتهای طبیعی در 6 ماه سال جاری خسارات مالی نسبت به یک سال پیش تقریباً 1 برابر بیشتر شده و این حادثه ها 3 برابر کمتر تلفات جانی داشته است. در حالی که در سال جاری 78 حادثه فوق‌العاده به عمل آمده و در 6 ماه سال گذشته 401 حادثه فوق‌العاده ثبت شده بود. امسال زیان حادثه های طبیعی بیش از 50 میلیون سامانی را تشکیل می کند. سال گذشته ضرر حادثه های طبیعی 28 میلیون سامانی بود. سال جاری در حادثه های طبیعی 7 نفر و سال گذشته 22 نفر به هلاکت رسیده بود. همه این از شرایط آب و هوا وابستگی دارد.
22. Но это все зависит от погодных условий. наҷотдиҳандагони кумитаи ҳолатҳои фавқулодда соли ҷорӣ дар 266 амалиёт ҷони 53 нафарро наҷот доданд. дар ин давра 34 нафар аз ҷумла кӯдакон ва занон дар кӯлу дарёҳои кишвар ғарқ шудаанд. сабабҳои ғарқшавӣ дар оби дарёву кӯлҳоро наҷотдиҳандагон марбут ба оббозӣ дар ҷойҳои хавфнок, беназоратии волидайн ва худкушӣ меноманд. ҳамзамон наҷотдиҳандагон дар корҳои кофтковӣ ва баровардани 40 ҷасад иштирок намуданд, аз ҷумла 22 ҷасади ғарқшудагон, 14 ҷасад аз садамаҳои нақлиётӣ, 1 ҷасад аз омадани сел ва 3 ҷасадро аз хонаҳои маҳкамбуда яъне бароварданд. ҳодисаҳои табиӣ бо бештари хисороти моливу ҷонӣ селфароӣ будааст. аз ҷумла моҳи май дар ноҳияи хуросон селе ки дар пай хисороти ҳангуфт ва талафоти ҷонӣ дошт, боиси эътирози мардум ва бастани роҳи душанбе бохтар шуд. раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар посух ба суоли чаро дар ин ҳодиса ба кӯмаки мардум расидагии сареъ нашуд ки боиси эътирози мардум гашт, гуфт рӯзи бастани роҳ наҷотдиҳандагон ва сарбозони кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар ҷои ҳодиса кор мекарданд. мо рӯзи 16 бо муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам гулмаҳмадзода 16 боз як бор ман барои рӯзҳо гуфта истодиам, мо 16 якҷоя маслиҳат кардем ки вайка зудтан ки рӯзи душанбе рафта дар ҷояш мо ситод мегузаронем. ин вобастагӣ надошт ки мардум ба 17 ба кӯча биромаданд, баъд муовини сарвазиру дигар мақомото ба ноҳияи Хуросон рафтанд. аксари ҳодисаҳои табиӣ дар соли ҷорӣ замони шурӯи пандемияи коронавирус иттифоқ афтодааст ва ба гуфтаи раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулодда наҷотдиҳандагони ин ниҳод дар ин замон ба истилоҳ дар хатти сурх кор мекарданд. дар ин давра 7 корманди ин кумита ба коронавирус гирифтор шуданд ва аммо онҳо афродеанд ки ба ин беморӣ дар замони рухсатӣ сироят ёфтаанд. در حالی که مقامات از موفقیت‌ها در نجات آدمان از آفت‌های طبیعی میگویند، ماه گذشته گروهی از ساکنان از سیل آسیب دیده ناحیه خراسان از بی‌عملی مقامات اعتراض کرده مدت راه ماشینگرد دوشنبه باختر را بستند. حالا مقامداران برای مردم آفت زده خانه می‌سازند، ولی بر ضد شماری از اعتراضگران پرونده جنایی باز شده است. ضمناً هفته گذشته فعالان حقوق تاجیک در مسکو به نشان همراهی با ساکنان بازداشت شده ناحیه خراسان فلش ماب یا یک چاره‌بینی ورزشی برگزار کردند. برای اشتراک در اعتراض بدون اجازه 10 باشنده ناحیه به جوابگری کشیده شده از 5 تا 15 شبانه روز حبس شده بودند. سرنوشت 6 نفر دیگر بازداشت شده ناحیه خراسان روشن نیست. با طرفداری آنها گروهی از جوانان تاجیک در مسکو ضمن بازی فوتبال نیمتنه یا فوتبالکا با عکس بازداشت شده ها را پوشیدند. تفصیلات در گزارش همکارم میرزانبی خالقزاد. ماه می آفت‌های طبیعی در ناحیه خراسان جان 2 نفر را از بین برد، 300 خانه خراب شد. ضرردیدگان میگویند در 3 روز اولی حادثه کسی به سرنوشت آنها توجه نکرد و آنها شب را در منزل نزدیکان در محله‌های دیگر روز می‌کردند. آنها میگویند مجبور شدند به نشان اعتراض از بی‌توجهی منصبداران راه باختر دوشنبه را بندند. بعد از این اعتراض مقامات به ساکنان سیلزده کمک کرده برایشان منزل نو بنیاد کردند، اما در عین زمان به ساکنان برای این کارشان فشار آورده شده تشبسکاران آنها را برای بی اجازه دست به اعتراض زدن بازداشت و حبس کردند. ایزد امان حامی حقوق این عمل را حد نهایی بی‌عدالتی نسبت افراد اصیل آسیب دیده مینامد. بنابراین تصمیم گرفت و طرفداری از بازداشت شده ها در مسکو مسابقه فوتبال دایر کند. ده ها مهاجر تاجیک به نشان همراهی به این چاره‌بینی همراه شدند. یک هفته گذشت ولی کسی از مقامات به جای حادثه نآمد. مردم هم برآمده فقط از مقامات طلب کمک کردند. بختاور جمعیف از حامیان دیگری حقوق مهاجران هم بر این باور است که باز کردن پرونده جنایی برای یک اعتراض صلح آمیز درست نیست. آنها یگان حرفی ناجای نگفتند، کاری نکردند، فقط رعایت حقوق خود را طلب کردند و صدا بلند کردند. گردی همایی و تظاهرات به نشان اعتراض از حوادثی که در تاجیکستان می‌گذرد پیوسته در روسیه برگزار می‌شود. 24 میلیون در راهپیمایی روز غلبه در مسکو طرفداران گروه 24 که در تاجیکستان فعالیتش ممنوع است در نزد کرمل ضد حکومت فعلی تاجیکستان گرد همایی کردند. اعتراضچیان با قرار دادگاه بازداشت و مجازات شدند.
محمد صابری عبدالقهار نماینده گروه 24 میگوید اعتراض در خارج از تاجیکستان یکی از کمترین راه‌های ابراز ناراضگی از حکومت فعلی است. در تاجیکستان اعضایان این گروه افراطگرا دانسته میشوند و آنهایی که در داخل اعتراض میکنند برای سالهای طولانی روانه زندان میشوند. بنابراین مردم مجبور میشوند در کشورهای دیگر اعتراض کنند. در داخل کشور آنها چنین اجازه و حقوق ندارند. حقوق شناس شهرت قدرتوف بر این نظر است که نقطه عطف برای تاجیکستان قبول قانون درباره پیشوای ملت بود که به پرزیدنت امام علی رحمان مقام اساسگذار صلح و وحدت داده شد. محض بعد این به گفته او کشور از نظام افطاریتری به توتالیتری گذشت. تمام قدرت در تاجیکستان در دست یک شخص است و معیارهای سرقانون رعایت کردن نمی شوند. حقوق و آزادی های انسان پایمال کرده می شوند. شهروندان در داخل کشور فکر خود را آزاد بیان کردن نمی توانند. ولی فعالان تاجیک می گویند تظاهرات در مسکو و دیگر شهرهای روسیه هم می تواند برای تشکیل کننده و شرکتدارانش پیامدهای ناخوب داشته باشد. با باور آنها ساختارهای قدرتی روسیه و تاجیکستان همکاری زیست دارند و جانب تاجیکستان بدون مشکل می تواند چنین افراد را جنایتکار اعلام کرده از مقامات روسیه استرداد او را طلب کنند. و اگر سازمان‌های حقوق بشر سری وقت به قضیه دخالت نکنند، اعتراضگر به دوشنبه اخراج شده برای چندین سال به کنج زندان می‌روند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. دادگاه عالی تاجیکستان حکم نهایی رجبعلی آدینایف مؤسس شرکت امید 88 را صادر کرد. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه گفت نسبت آدینایف از روی اتهام نو تصرف مال و ملک دولتی و دیگر جنایت‌های اقتصادی حکم نهایی صادر گردید و به 28 سال زندان محکوم شده است. وکیل آدینایف حکم دادگاه را ناعادلانه خوانده گفت زیر حمایه‌اش به اصطلاح گاوسود شد. شهلا عبدالله‌وا موضوع را ادامه می‌دهد. دادگاه عالی تاجیکستان با 24 سال حکم زندانی رجبعلی آدینایف رئیس شرکت امید 88 4 سال دیگر ضم کرده در نهایت او را برای 28 سال روانه زندان نموده است. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه روز 20 ایول هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت با رئیس امید 88 از روی اتهامات نو حکم نهایی صادر گردید. پرونده وارد شدند. مراتب اول برای صادر کردن یک قطار جنایت‌ها راهبر این شرکت گناهکار دانسته میشد با حکم سودی عالی محکوم گردید. بعدتر باز پرونده نسبتی اون کس وارد گردید. مسئله تصرف مال و ملک دولتی و دیگر جنایت‌های اقتصادی در مجموع بود. رئیس امید 88 ماه اکتبر سال 2017 دستگیر و بعدی تنقید شدید از جانب پرزیدنت به 24 سال زندان محکوم شد. در اول مقامات او را برای برنگرداندن 171 میلیون سومانی پول ساختمان نیروگاه روغون که وزارت مالیه همچون قرض به شرکت زیر راهبری او داده بود ایبدار کردند. اتهامی که نماینده قانونیش رد میکند. من حجت‌های تصدیق کننده بانک دارم که زیاده از 41 میلیون سومانی مبلغ سپرده است تا آغاز کردن پرونده جنایتی که با اینابت نگرفتم همچون پرداخت شده. غیر از این سال 2016 علک قرض راغون پورا پرداخت شده بود با حلنامه سود اقتصادی. این مصاحبه ما میگوید حکم سابق راهبر شرکت امید 88 بی اساس است و پرونده به بازنگری نیاز دارد. بینندگان ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان برنامه اخبار آزادی. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار از این بیشتر رو در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org مطالعه کنید و در صفحه آزادی ویدیو ببینید. یادتان نرود فردا صبح برخش ما را در نوید بامدادی با نوگانی های نو منتظریم. تا آن دم خدا نگهداری حرکت شما.